بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از برنامه‌های بازخوانی ادیان در خدمت شما عزیزان و گرامیان قرار دارم. امیدوارم در هر جایی که هستید در پناه الله متعال سبحانه و تعالی باشید. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه گذشته پیرامون نیاز بشر و ضرورت بشر به دین صحبت کردیم و مطالبی را عرض نمودیم که بشر لابدی نیاز به دین داره و نیاز به یک باور داره و چی باور بهتر از باور و عقیده و ایمان داشتن به اسلامی که شامل و کامل و جامع و ناسخ بقیه ادیان آسمانی گذشته بوده. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه انشاءالله به موضوع دیگر خواهیم پرداخت: عوامل دین ستیزی. چرا در این عصری که ما هستیم و در این عصری که ما زندگی می کنیم قضیه دینگریزی و دین ستیزی در میان برخی از مسلمان ها و غیر مسلمان ها و به خصوص نسل جوان در حال گسترش است؟ همچنان که اسلام عزیز در حال رشد هست، متاسفانه دین ستیزی در میان ملل مختلف و همچنان از این ملل در میان برخی از جوانان مسلمان هم در حال رشد هست و گاهی سیر سعودی میگیره برای خودش و انشاءالله که ما به این قضیه خواهیم پرداخت و برخی از عوامل را مطرح خواهیم کرد و برخی از اسباب دینگریزی و دین ستیزی را به خدمت عزیزان عرض خواهیم نمود. البته اصل و اساس دینگریزی و بیرون شدن از دین در جهان اروپا و جهان غرب اتفاق افتاد برای اوایل، یعنی به خصوص از اوایل قرن بیستم، از اوایل قرن 20. متاسفانه از آنجایی که خیلی از مردم و شعب و ملت غرب، ملت‌های غرب در حالت قرون وسطایی زندگی می‌کردند و حالت وحشتناکی که داشتند و از یک جهت عملکرد کلیسا و عملکرد کشیش‌های مسیحی و با اون فرق و با اون مذاهب مختلفی که در خود گنجانیده و حاوی مذاهب و فرق و افکار مختلف و متفاوت هست، باعث شد که مردم آهسته آهسته از کنار کلیسا و از کنار دین خارج بشن. ما وقتی میگیم دین ستیزی و دین گریزی، در حقیقت در این با این سبک جدید و در این پیرایش و لباس جدید را عرض میکنیم، وگرنه دین ستیزی از زمانی که شرک به وجود آمد دین ستیزی هم به وجود آمد. از زمانی که شرک به وجود آمد دین ستیزی و دین گریزی و بیرون شدن از دین در میان ملل مختلف و در میان اقوام مختلف وجود داشت. اما با این لباس جدید و طرز تفکر جدید، یعنی با حرفه های جدید و پیرایش جدید و لباس جدید که وارد شده، در حقیقت باز این از خود میطلبه که در موردش خاصتاً صحبت بشه. دوستان عزیزم، آره، دین گریزی و دین ستیزی، در حقیقت دین گریزی و دین ستیزی دوستان عزیز و بزرگوارم امروزه متاسفانه بسیاری را شکار خود میکنه، بسیاری را شکار خود کرده و شکار خود میکنه و نیاز هست که ما برخی از مسائلی را که مرتبط به این قضیه هست را بدانیم، وگرنه در دام دین ستیزی و دین گریزی میافتیم. لذا جوانان عزیز، برادران و خواهران مسلمانم، با دقت این عوامل را گوش کنید و ببینید و بشنوید تا انشاءالله دریچه‌ای بشه به سوی کمک کردن برای دیگران که ما دیگران را چگونه کمک بکنیم و آنها را از این مهلکه نجات بدیم. و متاسفانه گفتیم که در این عصری که ما زندگی می کنیم دارد سیر سعودی خودش را
در واقع پی میگیره. و برعکس گسترش اسلام و انتشار اسلام هم به صورت وسیع در میان ملل مختلف اتفاق میفته. اما از جهت دیگر برخی از جوانانی که به هر حال یک سری عوامل و یک سری اسبابی که باعث میشه اینها به طرف دینگریزی و سرانجام و فرجامشان به دین ستیزی روی بیارن. یکی از این عوامل دوستان عزیزم جهله. جهل، غفلت و عدم تفکر ملل و مسلمانان درباره دین. جهل. ما در برنامه گذشته هم به خدمتتان برخی از مباحث را مطرح کردم و مطرح نمودیم که حقیقتاً نشان میداد که متاسفانه جهل یک عده افرادی که به دین دارند، خاصتا دین اسلام باعث میشه که به عنوان یک آتئیست در بیایند و خدا ناباور بشن و از دین به صورت کلی گریزان بشن و دین را در واقع یک به هر حال نماد تحجرگرایی و نماد واپسگرایی و ارتجاع بدانند. و ما گفتیم که وقتی ما در باب اسلام صحبت می کنیم، اسلام دارای تمدن، اسلام دارای پیشرفت هست و اسلام دارای مباحث و مسائلی هست که خود به خود انسان عاقل و انسان هوشیار به طرف آن کشیده میشه و نمیتونه که از آن شانه خالی بکنه. وقتی که انسان با عقل خود و با منطق و با انصاف به طرف اسلام نگاه میکنه، او را وادار میسازه که به این دین در واقع در برابر این دین سرخم بکنه و این دین را قبول کنه. اما کسانی که دین ستیزی میکنن و گاهی دینگریزی، اول که دینگریزی دارن بعد از آن میرسن به نتیجه دین ستیزی، حقیقتا دوستان عزیز و بزرگوارم یکی از عواملش قضیه جهله. آنچه که خودم یعنی مشاهده کردم در میان افراد مختلفی که روی به دین ستیزی آوردند، اول دینگریز شدن بعد دین ستیز شدن، یکی از عواملی که در میان اینها هست قضیه جهله و این جهل باید برداشته بشه. این نادانی و عدم فهم از اسلام، عدم فهم دقیق و صحیح از اسلام باعث میشه که جوان اول دینگریز بشه بعد دین ستیز بشه. یعنی آنچه که در جامعه اتفاق میفته و آنچه که در جهان اتفاق میفته، آن را نسبت دادن به اسلام و آن را نسبت دادن به دین مقدس اسلام در واقع باعث میشه که جوان به طرف دینگریزی و بعداً به طرف دین ستیزی بره. چگونه؟ جوان مسلمانی که از قرآن اطلاع نداره، جوان مسلمانی که از تاریخ اسلام اطلاع نداره و جوان مسلمانی که از اسلام به صورت کلی اطلاع نداره و نمیدانه و نمیفهمه، یقینا که میره به طرف دینگریزی و سرانجام به طرف دین ستیزی. و البته این که چگونه میره، خب باز این جای خودش میطلبه که در مورد عوامل دیگر که صحبت کردیم ان شاء الله به آنها خواهیم پرداخت. به هر صورت جهل و نادانی نسبت به اسلام و نسبت به دین باعث میشه که یک عده دینگریز بشن و سرانجام دین ستیز بشن. یعنی اسلام را افراد را ممثل اسلام دانستن، یعنی خودش نه از قرآن اطلاع کافی داره و نه از سنت پیامبر اطلاع کافی داره، نه از سیرت رسول الله اطلاع کافی داره و خلاص آنچی را که میبینه که یک عده به نام مسلمان انجام میدند فکر میکنه همین اسلامه. و مسئله غفلت هم بسیار مهمه دوستان عزیزم. غفلت، متاسفانه امروز برخی از جوانان ما ماشاءالله در تمام امور دانشمند هستند، پژوهشگر هستند، اهل مطالعه هستند، مطالعه میکنن، اما در بخش دین که میایه یک کتاب هم درباره دین مطالعه نکرده و حتی مفهوم قرآن را نمیفهمه و این واقعا سرسام آور دوستان عزیزم. من یک روز یادم هست تقریبا 2-3 ماه پیش بود، یک نظرسنجی داخل فیسبوک هم گذاشته بودم که چی کسانی قرآن کریم را بلدند و میدانند. باور کنید با یک حالت بسیار وحشتناکی روبرو شدم
نزدیک به 80% کسانی که رأی مخالف دادن که ما نمیدانیم، نه قرآن را بلدیم و نه میفهمیم. خب شما تصور کنید جوانی که قرآن عظیم الشان را نمیفهمه، جوانی که قرآن عظیم الشان را بلد نیست و نمیفهمه که کلام الله برایش چی گفته، خب یقینا که میره به طرف دین ستیزی، اول دین گریزی و بعد به طرف دین ستیزی. و این وضع و حالی که میبینه فکر میکنه همین اسلامه. و جالب بود چند وقت پیش با یک دین ستیز و دین گریز صحبت میکردم. اولین سوالی که از او کردم، البته با 2 تا اینها، یکی رفته بود به طرف دین مسیحیت و بر علیه اسلام دین ستیزی میکرد و یکی دیگه هم کمونیست شده بود، کلا به طرف آتئیسم رفته بود و ناخدا باور شده بود. من سوالم از هر 2 نفر اینها در اولین وهله این بود که شما در مورد اسلام چی اطلاع دارید؟ آیا قرآن رو مطالعه کردید؟ خیلی راحت گفتن نه. گفتم شما میخواهید در مورد اسلام با من صحبت کنید در حالی که قرآن رو مطالعه نکردید؟ حداقل شما باید قرآن کریم را مطالعه کنید تا یک معلوماتی داشته باشید درباره اسلام. بعد میایید دین ستیزی میکنید، بر علیه اسلام حرف میزنید. با کدام منطق، با کدام دلیل؟ میدانید چی گفت برای من؟ گفت که بله فلان تاریخ نویس این مباحثی که من میگم اینها را فلان تاریخ نویس درباره اسلام نوشته. گفتم این نویسنده چی کاره هست؟ گفت کمونیسته. گفتم عجب مردمی هستید شما، یعنی اسلام را از دید و از عینک دشمن اسلام میبینید. میخواهی که، من این را بارها گفتم دوستان عزیزم، متاسفانه دین ستیزها و کسانی که بر علیه اسلام خاصتا استاد میشن و بر علیه اسلام مبارزه میکنن، داخل کتب تاریخ و کتب روایی میگردند که همان احادیث دروغ و روایات تاریخی دروغ و موضوع را پیدا کنند و آنها را به چهره مسلمانان بزنند که این دین شماست، در حالی که دروغه و هیچ اصل و اساسی نداره. و علمای اسلامی از اول تا آخر در کتبشان درج کردند که این روایات دروغه، این روایات دروغ. متوجه باشید و برحذر باشید امت اسلام. و وقتی بررسی سندی میشه، بررسی متنی میشه، دیده میشه که حدیث وجود نداره، چون این قولی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نگفتن و چون این چیزی در تاریخ اسلام وجود نداره. ولی متاسفانه اینها به خاطر همان بی انصافی که دارن و ستم و ظلمی که دارن و به خاطر همون تحجر و ارتجاع فکری که دارن، میگردن داخل تاریخ اسلام و داخل کتابهای روایی مسلمان ها، میگردن همون روایات دروغ و روایات موضوعی را گرفته در کتابهایشان درج میکنن، بعد میدن به خورد جوانان که ببینید اسلام اینه. خب عجیبه یک کسی که بیای اسلام را از زبان یک مستشرق بشناسه، یک کسی که بیای اسلام را از زبان دشمن اسلام بشناسه، یقینا که دین گریز میشه و یقینا که دین ستیز میشه. بیا از زبان من بشنو، بیا از زبان امثال من بشنو که ما قرآن کریم را میفهمیم، از اسلام اطلاع داریم، از تاریخ اسلام میفهمیم، از روایات با خبریم. بیا از زبان ما بشنو اسلام را. چرا میری از زبان یک دشمن اسلام میخوای اسلام را به چالش بکشی؟ انسان منصف دوستان عزیزم، این یادتان باشه، برای دعوتگران اسلامی هم این یک درس و یک برنامه باشه. هرگاهی که ما میخواهیم کسی را مورد حجمه قرار بدیم و میخواهیم که اعتقاد و باورش را بررسی بکنیم، باید به کتب خودشان مراجعه بکنیم. من مثلا به عنوان یک مسلمان بیام بر علیه یک دین شیئی را بنویسم بدون مرجع، بدون مصدر، از من قبول نکنید. شاید من بی‌انصافی بکنم، شاید من ظلم بکنم، شاید مباحث تعصب گرایانه‌ای در من رشد و نمو کرده باشه که من را وادار بکنه که خدای نخواسته دروغ بگم و دروغ ببندم بر یک دین. لذا برای یک فرد محقق، یک کسی که خودش را پژوهشگر میدانه، این شایسته نیست که یک دین را، یک مذهب را، یک نگرش را و یک به هر حال طرز دیدگاهی را از نظر مخالفین آن بررسی بکنه. این صحیح نیست. شما ببینید علمای اسلامی دقت دارن در این قضیه، در نقل مراجع، در نقل مصادر. و یک انسان مسلمان مثلا وقتی میخواد یک دینی را بررسی بکنه، میخواد یک فکری را بررسی کنه، باید مراجعه کنه.
باید مراجعه بکنه. چون متاسفانه قضیه تقلیدی در میان برخی از محققین و برخی از دانشمندان و پژوهشگران متاسفانه وجود داره. چگونه؟ یک دانشمند آمده یک کتاب را نوشته، یک کسی دیگر همون مرجع را از اونجا کپی میکنه میگذاره اینجا، یک کسی دیگر باز همون مرجع را کپی میکنه در کتاب دیگه میگذاره، به همین ترتیب متداول شده. اما وقتی شما به اصل مراجعه بکنید میبینید چه دیگریه. من برای همه جوانان عزیز میگم اگر میخواهید فکری را بشناسید، از اصول آن بشناسید و از اهلش آن را بشنوید. به همین واسطه شایسته نیست برای یک انسان مسلمان که بدون تحقیق، بدون تفحص در مورد هیچ فکری و در مورد هیچ اندیشه نباید صحبت بکنه. ببینه که نظر شخصی اونها چی هست و چی میگن، کلام علمایشان را و کلام دانشمندانشان را بشنوه و کسانی که در این باره حرفی برای گفتن دارن بعد اظهار نظر بکنه. و همین را من برای عموم جوانان میگم. وقتی که شما در کشورهای اروپایی میرید و کتاب‌های به دسترستان قرار میگیره، کتاب‌های به دسترستان قرار میگیره که نویسنده مستشرق یا متأثر از مکتب خاورشناسی و استشراق و یا هم نویسندهش یک دین ستیزه به صورت کلی با همه ادیان در ستیزه و به خصوص با اسلام در ستیزه، شما وقتی کتاب‌های اونها را مطالعه میکنید به اون کتاب‌هایشان باور نکنید. ما مرجع داریم، ما فرهنگ داریم، ما کتاب داریم، تمدن داریم. ما مسلمان ها برید به تمدن اسلامی مراجعه کنید، برید کتب اسلامی را مطالعه بکنید، کتب علمای اسلام را مطالعه کنید، در رأس آنها قرآن کریم و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنید. اسلام دینی کامل و جامع و شامل، احادیث پیامبر حلاجی شده، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد بررسی قرار گرفته، سخت‌ترین ضوابط و شرایط در پذیرش حدیثه. این گونه نیست که هر کس آمده باشه حرفی گفته باشه و در کتاب درج شده باشه. و برخی از علما خاصتا کتب نوشتن در باب احادیث دروغ، در بخش روایات دروغینی که در تاریخ کتاب نوشتن. برید اینها را مطالعه بکنید، مطالعه کنید از این باب و از این نظر و از این دیدگاه. نه اینکه کسی بره به هر حال اسلام را از نقطه نظر یک انسانی که دشمن اسلامه، دین ستیزه و با دین مشکل داره به صورت کلی و خاصتا اسلام، بره از دید او مطالعه بکنه. خب یقینا که اون متعصبه و به دین هم باور نداره و به اصول اخلاقی هم باورمند نیست. چون دینه که انسان را حداقل شی به اصول اخلاقی انسان نگه میداره. من مسلمان چون پروردگارم به من میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، میگه دشمنی شما باعث نشه که در مورد دیگران قضاوت بیجا بکنید و در مورد دیگران غیر منصفانه برخورد کنید. منصف باشید، حتی در حد دشمنتان، در حق دشمنتان منصف باشید. این تربیت را اسلام برای من داده، ولی دین ستیز این تربیت را نداره، این اخلاق را نداره، این ویژگی و خصوصیت را نداره. و غالبا شما کتاب های اینها را مطالعه کنید، دروغ بالای دروغه. غربی هایی که کتاب های آنها به زبان فارسی توسط دین ستیزان فارسی زبان ترجمه میشه، شما فکر میکنید اینها معصومن، اینها پیامبرن. به والله قسم دروغ میگن، دروغ بالای دروغ. من چند تا کتاب از اینها را مطالعه کردم. دروغ میگه که شاخدار، میگه اسلام در این باره نظرش اینه. چرا دروغ میگی؟ کدام اسلام؟ منبعش را بده، کجا هست؟ مصدرش را بده، کجا اسلام این حرف را زده؟ یا میایه مثلا در صفحه تلویزیون حاضر میشه دروغ بالای دروغ بر علیه اسلام. اسلام این را گفته، اسلام اون را گفته، اسلام فلان کرده، اسلام فلان میکنه. دروغ میگه، همش باور کنید دروغه. یعنی از تمام سخنهایش از 100% از 1% شاید صحیح باشه که اون هم غلط فهمی خودش هست. به همین واسطه من واقعا یعنی این را به خدمتتان دوستان عزیزم خوانده و شنیده و دیده عرض میکنم. این گونه نیست که هوایی این حرف را از پیش خودم بزنم. مدت یکی از شبکه‌های مسیحی را تعقیب میکردم، باور کنید بر علیه اسلام تاخت و تاز میکرد. چنان دروغی میگفت که حد نداشت. دروغ بالای دروغ. میگفت اسلام این را گفته، پیامبر اسلام این کار کرده، پیامبر اسلام این کار کرده. همش دروغ. دروغ بالای دروغ. خب یک جوانی که اطلاع نداشته باشه و از دینش غافل باشه، دینش را درست نشناسه، خب یقینا زیر تاثیر میره، یقینا متأثر میشه از این حرفها. و به همین ترتیب من در مورد
کسانی که دین ستیزن، برخی از کتاب‌های دین ستیزها و برخی از ویدیوهایی که فعلا اینها در فضای مجازی پخش میکنن، در اینترنت پخش میکنن، در یوتیوب، در فیسبوک، در بقیه جاها پخش میکنن، دین ستیزان و آتیست ها، باور کنید که چنان دروغی میگن که حد و مرز نداره. حد و مرز نداره. و یک جوان مسلمان که در جهل و نادانی دینش قرار داشته باشه، در جهل و نادانی دینش قرار داشته باشه و اسلام فقط منحصر در یک قشر خاص شده باشه، خب یقینا که این حالت میه به سرشان. امروز شما ببینید که فهم قرآن عظیم الشان، تلاوت قرآن عظیم الشان یک موضوع هست، فهم قرآن عظیم الشان شیء دیگر است. فهم قرآن عظیم الشان فقط خاصتا به کسانی شده که اونها لباس و کرکتر ملایی یا آخوندی به اصطلاح دارند. یعنی کسانی فهم قرآن دارن. مثلا اگر برای کسی بگی قرآن میفهمی، میگه من که ملا نیستم، من که آخوند نیستم. عزیز من، این قرآن برای تو فرستاده شده. قرآن برای فهم تو فرستاده شده. چرا قرآن را نمیفهمی؟ خب یقینا وقتی که فهم درستی از اسلام نباشه، فهم دقیقی از قرآن نباشه، با اندکترین شبهه‌ای که از جهت مخالف بیایه در جا آن را جذب میکنه، در جا آن را جذب میکنه و میگیره و در این فکر باقی میمانه. اما مادامی که کسی با قرآن مسلح باشه، با اسلام حقیقی و واقعی مسلح باشه، یقینا که هر شبهه‌ای بیایه این شبهه را در جا میزنه، به دیوار رد میکنه، میبینه خود دروغه دیگه، واضحه، خیلی شفاف. به هر صورت دوستان عزیزم، جوانان عزیز، جوانان گرامی، شما به عنوان نسلی که آینده این بشریت و آینده این دنیا به دست شماست، بیاندیشید، فکر بکنید. فکرهای متحجرانه و فکرهای عقبگرایانه و واپسگرایانه را بگذارید، از ذهنتان دور کنید. مطالعه کنید، در مورد دینتان مطالعه کنید، در مورد اسلام مطالعه کنید. چون اگر مطالعه نکردید، طبیعتا جوان، یقینا بدون شک و تردید جوان حالتی داره که میخواد بفهمه خیلی چیزها را، دوست داره حرفا را بشنوه و قرآن عظیم الشان مخالفتی با این نداره. الله متعال سبحانه و تعالی تعریف میکنه. اگر دوستان گرامی به من اجازه بدن، بینندگان عزیز و گرامی و دوستان اتاق کنترل، یک میان برنامه بینیم و بعدا انشاءالله برمیگردیم.
اشرح به تحلو الحياة. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، حقیقتا قضیه غفلت و قضیه جهل برخی از جوانان نسبت به دینشان باعث میشه که حقیقتا به صورت یعنی غیر اختیاری و یا اختیاری به طرف دینگریزی و یا هم به طرف دین ستیزی روی بیارن. قضیه دیگری که در اینجا دوستان عزیزم مطرح میشه یا عامل دیگر و سبب دیگری که باعث دینگریزی و دین ستیزی میشه، قضیه اعمال و کردارهای سازمان یافته دشمن بر علیه مسلمان هاست. یعنی دشمن به صورت سازماندهی شده، به صورت کاملا دقیق برنامه ریزی شده بر علیه جوانان و فکر و اندیشهشان و فرهنگشان تاخت و تاز میکنه. حتی شاید باورتان نشه در جهان مسیحیت و در جهان یهودیت هم همین اتفاق میفته. یعنی فرائینه تواغیتی در دنیا هستند که به خاطر به دست گرفتن جهان، به خاطر زیر بار آوردن آنها و به خاطر اینکه آنها را بردگان خودشان بسازند و بندگان خودشان بسازند و آنها را در برابر خود بی احساس بسازند که تا کسی در آینده در برابر آنها و در مقابل آنها ایستادگی نکنه، راه‌های مختلفی را بخصوص بر علیه مسلمان ها، من بیشتر صحبتم در میان جوامع اسلامی هست، از راه‌های مختلف بر علیه مسلمان ها و اعتقاد و باورشان تاخت و تاز میشه تا از این طریق بتوانند جوانان مسلمان را به سمت سوی بربادی و به سمت سوی دینگریزی و دینستیزی بکشانند. از عوامل زیاد استفاده میکنن، از اسباب مختلف زیاد استفاده میکنن که به اصطلاح امروزی به آن جنگ فرهنگی یا جنگ فکری گفته میشه. و ما در برنامه سراب و شبهات حداقل 3-4 قسمت را در این باره تا حالا صحبت کردیم و فعلا هم در حال صحبتیم و نمیخوام که پس دوباره این مبحث را باز بکنم در این برنامه. فقط همین مقدار میگم که حقیقتا کارهای سازمان یافته و کارهای دقیق و برنامه ریزی شده بر علیه فکر جوان و اندیشه جوان در حال شکل گرفتن و شکل گرفته تا حدی بدین اساس جوانان مسلمان نسبت به اعتقاد و باورشان و نسبت به این که سبب اول وجود داره، یعنی جهل و غفلت به دینشان وجود داره، خیلی راحت سازمان یافتگی که اینها در کارهایشان قرار میدن و برنامه ریزی که اینها در کارهایشان قرار میدن باعث میشه که در این کارشان موفق و سربلند باشن. از راههای مختلف استفاده میکنن، از طریق پخش و نشر کتاب‌ها، ترجمه کتاب‌ها، از طریق رادیوها، از طریق تلویزیون‌ها، از طریق مختلف مؤسسات، ساختن مکاتب، ساختن مدارس و ساختن شفاخانه‌ها یا بیمارستان‌ها و به همین ترتیب راه‌های مختلفی که بحثش در برنامه سراب شبهات هست، نه اینجا. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، این تهاجم سازمان یافته دشمن یکی از عواملی است که دینگریزی و دینستیزی را به وجود میاره. سبب دیگر میرویم مستقیم سر سبب دیگر تا اینکه تکرار مکررات نباشه. قضیه ناسازگاری میان قول و عمل کسانی که ادعای دینداری میکنن. یعنی عمل یک شیء و کار کرد و حرف چیز دیگریه. یعنی حرف دین زده میشه، حرف از اسلام زده میشه، اما پایبندی به اسلام وجود نداره. پایبندی به اسلام وجود نداره. چگونه؟ بیشتر در میان اقشاری که یا قشری که خودشان را به دین نسبت میدن. قشری که خودشان را به دین نسبت میدن.
یعنی حرف از دین میزنن ولی در برابر به دین عمل نمیکنن. این باعث میشه که جوانانی که اینها را الگو قرار دادن، مردمی که اینها را الگو قرار دادن، وقتی از اونها این کارها را میبینن، خلاف عمل را میبینن، خود به خود از دین زده میشه. امروز مثلا در جامعه ایران شما ببینید از اون سالهای گذشته کسانی که به هر حال زندگی میکردن چی احترامی در میان مردم و روحانیت بود. مردم به روحانیت احترام داشت، به این قشری که حالا این قشر آخوندی که امروز به نام روحانیت گفته میشه، مردم احترام داشت. اما هرچی پیش رفت دیدن که نه، این مردم به زبان میگن امام حسین، به زبان میگن علی، به زبان میگن خدا، به زبان میگن پیغمبر، به زبان میگن قرآن، ولی در عمل نه، اینها به فکر جیب خود هستند، به فکر شهوترانی هستند، به بهانه صیغه شهوترانی میکنن، به بهانه پر کردن جیب از مردم خمس میگیرن، به بهانه های مختلف مردم را فریب میدن، به بهانه های مختلف مردم را به سمت سوی خرافات و گمراهی میکشانند و خرافاتی از زبانشان روی منبرها خارج میشه که نه با عقل سازگاره، نه با دین سازگاره و از یک طفل که روانی هم باشه بعیده، چی برسه از یک آدم بزرگ، آدم هوشیار. خب اینها باعث شده که در میان برخی از اقشار جوانانی که قشر جوانی که حالا اون دو علت قبلی هم هست، دین را درست نفهمیدن، قرآن را درست نفهمیدن، از زبان همین آدمک ها فهمیدن، همین دروغگویان و همین کذاب ها از زبان اینها شناختن دین را و اینها را الگو برای خودشان قرار دادن. از دین خودش این جوان بیچاره آگاه نیست. از یک طرف دیگر تهاجم سازمان یافته دشمن هم وجود داره. از جهت دیگر عملکرد این کسانی که به اونها اعتماد کرده را میبینه، میگه یعنی اگر اسلام همینه من بیزارم از اسلام. یا میره یهودی میشه، یا میره نصرانی میشه، یا میره زرتشتی میشه، یا اصلا میگه من بیدینم، نمیخوام همین دین را، نمیخوام، بیزارم از همین دین. این دین جز بدبختی برای من چیز دیگر نیاورده. 40 سال اسلام در سرزمین من حکومت کرد، جز بدبختی چیز دیگر برای من نیاورد. اقتصاد من را خراب کرد، اخلاق من را خراب کرد، امنیت من را خراب کرد، همه آن چی که داشتم از دست دادم. جوان عزیز، این اسلام نیست، به خدا قسم این اسلام نیست. این اسلامی که امروز به نام حکومت و یا به نام جمهوری اسلامی ایران کار میکنه، به والله قسم اسلام نیست. برو قرآن مطالعه بکن. این آخونده های مکاری که روی منبر به نام اسلام به خورد تو هر مزخرفی را میدن و هر خرافه را میدن، به والله قسم اسلام نیست. اسلام دین پاکیه، اسلام دین خالصیه، اسلام دینیه که محمد رسول الله آورده، اسلام دینیه که قرآن کریم تعریف میکنه، نه روایات دروغین کافی و بهار الانوار و امثال اینها. جز دروغ، جز فریب دادن مردم، جز جیب خالی کردن مردم، جز شهوترانی و جز به همین ترتیب. خودتان را ادامهش را بخوانید. دوستان عزیز و بزرگوارم، این اسلام نیست. نباید عمل کرده اونها باعث بشه که یک عده جوان نسبت به اسلام بدبین بشن. من طرف سخنم جوانان هستند، نسل جوان. شما اسلام را از منفذ درستش مطالعه بکنید. اینها ممثل اسلام نیستند. هیچ فردی نمیتونه ممثل اسلام باشه، یعنی او تمام و کمال اسلام باشه، یعنی هر چی که او کرد و هر چی که او گفت یعنی اسلام. نه، الله برای ما عقل داده، الله برای ما کتاب فرستاده، الله برای ما پیامبر فرستاده و الله متعال سبحانه و تعالی میگه در هر چی که شما اختلاف کردید، در هر چی که برایتان فهمش صعب بود، دشوار بود، و یا در جایی که شما عمل کرده افراد را دیدید چیز دیگریه، برید به قرآن مطالعه بکنید، برید اسلام مطالعه بکنید، برید اسلام و قرآن مطالعه بکنید، ببینید که در اسلام آیا این هست؟ این اسلامی که به نام اسلام ناب محمدی در میان آخونده های مکار معرفی میشه، به والله قسم این اسلام نیست. این اسلام نیست. اسلام آنچه که اینها انجام میدن از آن بیزاره. این خرافاتی و این شرکیات و بدعاتی که اینها انجام میدن، اسلام از آن بیزاره. و بدین جهته که شما ببینید نمیگذارن کلام حق در میان مردم منتشر بشه، نمیگذارن که مردم به قرآن مراجعه بکنن. به جایی که به قرآن مراجعه کنن برایشان مفاتیح الجنان میدن،
برایشان کتاب‌های دیگه میدن که این را بخوان، دعای کمیل بخوان، دعای توسل بخوان، این بخوان، اون بخوان. نمیگذارن که این بیچاره قرآن مطالعه بکنه، نمیگذارن که قرآن را بخوانه. و دعوت به سوی قرآن، دعوت به سوی فهم قرآن میشه دعوت به سوی وهابیت، میشه دعوت به سوی سلفیت، دعوت به سوی اسلام واقعی و دور از خرافات. گفته میشه اسلام وهابی، اسلام افراطی، نعوذ بالله. از یک جهت خودشان اسلام را درست معرفی نمی کنن، از جهت دیگر کسانی که میخوان اسلام را درست معرفی کنن چهره‌های اونها را تشویه میکنن، در نزد مردم چهره‌های آنها را بد میکنن که اینها از طرف انگلیسن، اینها نمیدونم از طرف آمریکا هستن، اینها از فلان هستن، اینها از فلان جا پول میگیرن، از فلان جا پول میگیرن. عزیزم بگذار از هر جایی که پول میگیره حرفش را بشنو، حرفش را بشنو. جوان باید فکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه، با خود دو تا چهار تا بکنه، درست فکر بکنه، بیاندیشه. یعنی چی؟ هر کس برایش هر چی گفت باید قبول بکنه؟ قرآن عظیم الشان ما را به تعقل فرا میخوانه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسقی برای شما خبری آورد آن را تحقیق کنید دربارش. هر چی که به زبانتان آمد و هر چی را شنیدید نگید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. به دروغگو بودن فرد همین کفایت میکنه که هر چی را بشنوه بگه. تحقیق کنید. شما را از یک طرف از اسلام زده میکنن، اون خرافاتشان را به عنوان اسلام به خوردتان میدن، اون صیغه بازی را به عنوان اسلام به خوردتان میدن، خمسخوری را به عنوان اسلام به خوردتان میدن و به نام اهل بیت بر شما حکومت میکنن، و از جهت دیگر کسی که برایتان اسلام ناب محمدی را معرفی میکنه نوکر و اجیر و خائن و فلان و فلان و فلان را معرفی میکنن. چرا؟ چون نمیخواد که اگر جوان اسلام واقعی را فهمید اون خرافات را رها میکنه. نمیگذارن صدای حق به گوش مردم برسه. چرا؟ میفهمن که نانشان آجر میشه. میفهمن که مردم دنبال خرافات نمیرن، مردم عقل دارن، مردم شعور دارن. الله به اونها عقل داده، الله به اونها شعور داده. در میان حق و باطل میتونن که فرق بگذارن که چی حقه و چی باطله. یک دسته خائن و اجیر را در کنار خودشان کشانده و مردم را آزار میدن، مردم را اذیت میکنن، مال مردم را میخورن، میدزدند. به نام چی؟ به نام اسلام. جوان هم فکر میکنه اسلام یعنی همین. نه عزیز من، اسلام این نیست. به والله قسم اسلام را من تاکیدم از اول برنامه اینه که اسلام را از منابع اصیل اسلامی بشناسید، نه از زبان دروغگویان، نه از زبان مکاران، نه از زبان افرادی که صداقت در کلامشان نیست، جز خیانت و جز خوردن مال مردم و جز دزدی و جز جفاکاری بر ملت و بر مردم کار دیگری نداشتن. البته دوستان عزیز و بزرگوارم، این در این باره، یعنی من به صورت کلی در مورد آخوندهای رافضی این حرفا را گفتم. باور کنید دل انسان میسوزه برای جوانانی که به هر حال عقل دارن، شعور دارن، اهل مطالعه هستن، چی راحت دینگریز میشن، دینگریز میشن و بعد دین ستیز میشن و فکر میکنن عمل کرده اینها اسلامه. و والله قسم این حرفا از روی دلسوزی برای همچون جوانانیه که این جوانان به فکر خود بشن، بیاندیشن، اسلام را درست بشناسن. و متاسفانه یا سیکولار شدن برخی ها، یا رفتن به طرف یهودیت، رفتن به طرف نصرانیت، رفتن به طرف زرتشتیت رفتن و آخوندها حالا سر و صدا با پا کردن و بر علیه همه جنگ و جدال برا انداختن. و به هر صورت که ما چیکار بکنیم؟ خب شما خرافات رو به خورد مردم میدید به نام دین، خرافات رو به خورد مردم میدید به نام دین. اون یهودی هم خرافات رو به خورد مردم میده به نام دین، اما کیسه‌اش رو خالی نمیکنه، به ناموسش به نام صیغه تجاوز نمیکنه، اون را ترجیح میده، میگه به خاک، همین بهتره. اسلام اصیل رو هم شما اجازه نمیدید که تبلیغ بشه، بعد به سر و صدا میافتید که ای مردم، های جوانان دینگریز شدن. خب حقشانه، با این طرز و تفکری که شما برای مردم میدید همین دین را نفر نداشته باشه بهتره. این دینه که شما به خورد مردم میدید، این اسلامه که به خورد مردم میدید. خیانتی که شما در طول تاریخ بر اسلام کردید هیچ کسی نکرده، جنایتی که شما بر اسلام کردید هیچ کس نکرده. باز حرف از
اسلام محمدی، اسلام ناب محمدی، اسلام اهل بیت. دروغ نگید. اهل بیت را علم کردید، اسلام را علم کردید و زیر اسلام دارید خیانت میکنید، جنایت میکنید. به هر صورت دوستان عزیزم، ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان دین یکی از عوامل و اسبابیه که بعضی ها را دین گریز میکنه. خب این در مورد آخوندها. بین یک موضوع دیگه، آیا فقط در آخوندهای ایران و آخوندهای رافضی تمام میشه بس؟ نه دوستان عزیزم، اصل در اینه که اسلام عزیز چی میگه؟ الله متعال سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مؤمنین، چرا چیزی را که میگید عمل نمی کنید؟ چرا آن چیزی را که از زبانتان خارج میشه با آن عمل نمی کنید؟ و الله متعال سبحانه و تعالی علمای یهود را عتاب میکنه، سرزنش میکنه که به هر حال موردش خاصه در مورد علمای یهوده، ولی معنایش عامه و مفهومش عامه، همه را شامل میشه. الله متعال میگه که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. الله میگه آیا شما مردم را به طرف خیر، به طرف نیکی دعوت میکنید و خود را فراموش کردید؟ آیا شما کتاب نمیخوانید؟ ای یهودی ها، تورات را نمیخوانید مگر؟ ای مسلمان، مگر قرآن را نمیخوانی؟ چرا به قرآن عمل نمیکنی؟ افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارید؟ آیا نمیاندیشید؟ آیا تعقل نمیکنید؟ آیا روی آیات قرآن تفکر نمی کنید؟ روی عمل کردتان تجدید نظر نمی کنید؟ پس دوستان عزیزم، اصل بر اینه که انسان آن چی را که میگه عمل بکنه، آن چی را که میگه عمل بکنه. به خاطر این که باعث دینگریزی میشه دوستان عزیزم. من در یکی از کتاب ها مطالعه کرده بودم چند سال پیش که داستانی می آورد، جالب بود. میگفت یک دانشمند غربی مسلمان شد، از لابلای کتاب قرآن و از لابلای اسلام مطالعه کرد و مسلمان شد. بعد از این که مسلمان شد گفت که من باید سفر بکنم به کشورهای اسلامی، برم از نزدیک مسلمان ها را ببینم و از نزدیک عمل به اسلام را ببینم و اجرای اسلام را در کشورهای اسلامی ببینم که چگونه اسلام در اونجا اجرا میشه و عملی میشه. میگه آمد بعد از اینکه کشورهای اسلامی را گشت، دستای خود را بلند کرد، دعا کرد، گفت یا الله، از تو سپاسگزارم که اول برای من اسلام معرفی کردی، بعد این مسلمان ها را. اگر اول این مسلمان ها را به من معرفی میکردی تا 100 سال دیگه هم مسلمان نمیشدم و اصلا مسلمان نمیشدم. اینها چی مردمی هن؟ اسلام یک شیء میگه، اینها کار دیگری میکنن. دوستان عزیزم، برادران مسلمانم، خواهران مسلمانم، عمل نکردن ما به دین و آنچی را که میگیم با آن عمل نمی کنیم باعث میشه که دیگران هم نسبت به دین ما بدگمان بشن و حتی در جامعه‌ای که تهاجم دشمن هست، در جامعه‌ای که غفلت و جهل هست، این جوانان دینگریز میشن، دین ستیز میشن. یکی از اسبابش من و شما هستیم. یکی از اسبابش من و شما هستیم. و به خصوص کسانی که حرف از دین میزنن، عالمن، دعوتگرن، بدین اساسه که عذاب اینها بیشتره. عذاب اینها بیشتره چون میدانن و میگویند و عمل نمیکنن. و ما احادیث در این باره زیاد داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره علمای بی عمل میگن. از جمله کسی که پیامبر علیه السلام میفرمایند در شب معراج، من کسانی را دیدم که زبانهای آنها را قیچی میکردند. از جبرئیل پرسیدم که اینها کیها هستند؟ گفتن اینها خطبا و سخنرانان امت تو هستند که میگویند ولی خودشان عمل نمیکنند. اعوذ بالله. این عمل نکردن ها باعث میشه که چی؟ یک عده دین ستیز بشن، یک عده برن به طرف دین ستیزی. جوامع اسلامی وقتی میبینه که اسلام میگه قتل حرامه ولی به راحتی مسلمان میکشه، اسلام میگه زنا حرامه، به راحتی زنا میکنه و یا یک راهی لف دوران میکنه، قضیه را به نام صیغه مطرح میکنه، زنای رسمی. خلاصه یک راهی پیدا میکنه برای خودش. گرفتن مال مردم و خوردن آن به ناحق حرامه. میبینه که یک مسلمان دزدی میکنه،
یک مسلمان مال کسی را میخوره و یا لفه دوران میکنه به نام خمس میگیره، به نام خمس میگیره دیگه، حالا مال مردمه، خوردن مال مردمه ولی دزدی رسمی، گرفتن مال مردم به زور، به یک شکل دیگری، به نام دیگری، قسم دیگری. خب این حالت ها وقتی که در جامعه اسلامی اتفاق میفته باعث میشه که جوانی که هم غفلت داره و هم جهل داره و هم تهاجم دشمن از 4 طرف بر او حمله ور شده از نظر فکری و از نظر فرهنگی، یقینا که جوان دینگریز میشه و سرانجام بر علیه دین استاد میشه. فکر میکنه آنچه که همین مردم انجام میدن، فکر میکنه همین اسلامه، در حالی که این گونه نیست. و از جهت دیگری دوستان عزیزم، امروز مثلا بیایم داخل افغانستان. امروز در افغانستان روزانه، یا اگر روزانه نباشه حداقل شیء در ماه یک بار شبکه های داخلی افغانستان و شبکه هایی که مرتبطند به افغانستان در خارج اعلان میکنند که فلان ملا در فلان منطقه نمیدانم فلان کرد، زنا کرد، فلان کرد، این کرد و آن کرد، تجاوز کرد. دقت کردید؟ دشمن بیکار نمی نشینه. اولا مثلا در همچون قضیه دوستان عزیزم، اولا باید گفت که همه انسان ها ممکن الخطا هستند و خطا میکنند. هیچ انسانی نیست که گناه نکنه و یک کسی که خودش را عالم دین میگه و دعوتگر میگه، این انسان هم از دایره خطا خارج نیست، حتما خطا میکنه، اگرچه اصل بر اینه که بر آن چی میگه عمل بکنه. ولی اگر چیزی را گفت و با آن عمل نکرد، بدین معنا نیست که این معصومه، اصلا گناه نمیکنه، یا ملکه اصلا گناه نمیکنه. این گونه نیست. باید این طرز دیدگاه اصلاح بشه. این هم انسانه و گناه میکنه. این یک. ثانیاً این شبکه هایی که اینقدر اعلان میکنن و این مباحث و این مسائل را کلان میکنن، چون هدف چیه؟ هدف میخوان که برای جوانی که به جهل قرار داره، به غفلت قرار داره و تهاجم فکری هم هست، تهاجم فرهنگی هم هست، میخوان که برای اون نشان بدن که دین یعنی همین. ببینم این ملا را، مردم را از دور بر این علما باید دور بکنن. ببینم این ملا را، ببین چی کار میکنه، ببین چی کار کرده. این رسانه ها اعلان میکنن ولی چرا جزئیات را کمتر میگن؟ یعنی 95% اینها بدون جزئیاته. چگونه بدون جزئیات؟ یعنی به این معنا که اعلان نمی کنن که این آدم واقعا عالم هست یا نیست، این آدم از کدام مدرسه و از کدام دارالعلوم دینی فارغ شده. یعنی هر کس که مثلا در افغانستان رو من میگم، هر کس که سرش عمامه کرد و لباس اهل علم پوشید یعنی عالم، یعنی عالم. این خب واقعا خیلی دیدگاه کودکانه و طفلانه هست، چون تا حالا در خیلی از مناطق افغانستان مردم با همین لباس هستند. این جزء در واقع فرهنگ آنهاست، کاراکتر ملی اونهاست. پس لذا نمی شود که ما چنین قضاوت بکنیم که هر کس چنین لباس پوشید یعنی عالم و هر کس خودش را در یک مسجد اجازت و اونجا امامت داد یعنی عالم. متوجه شدید؟ این یک قضیه. جزئیات پخش نمیشه. این آدم پدرش کیه، در کجا متولد شده و در کدام مدرسه دینی درس خوانده، اساتیدش چی کسانی هستند، که تا بفهمیم عالمه، تا که بفهمیم واقعا حرف دین میزنه درسته. و بعد از آن دوستان عزیزم، من معتقدم و باور کامل دارم به این که خیلی از این قضایا سناریوی ساختگی است، فقط برای بدنام کردن علما، فقط برای بدنام کردن علما و دعوتگران اسلامی، تا یک سوژه بسازند و بر علیه دعوتگران اسلامی و هر کس حرف از دین بزنه بر رخش بکشند که هنی شماها این هستید، اصل شما اینه. متوجه شدید؟ ثالثاً آیا این منطقی است که چون یک کسی به لباس اهل علم، حتی حالا حساب کنیم که کلاً عالم بوده، حساب کنین که عالم بوده، فرض کنین که عالم بوده،
آیا این عقلانی است که هر کس حرف از یک تخصص زد و عمل انجام داد و کار خلاف انجام داد ما آن را به گردن همه اهل تخصص بیندازیم؟ این عقلانیه؟ مثلا میگم یک پزشک، یک طبیب، یک دکتر اگر مرتکب تجاوز جنسی شد بدین معناست که همه دکترها و پزشکها و طبیبها این گونه هستند؟ اگر یک انجینر و مهندس مرتکب چون این عمل شد بدین معنا که همه این گونه هستند؟ نه والله. و بارها هم اتفاق افتاده، همه این را میدانند، بارها هم اتفاق افتاده. اما چرا وقتی در بخش دین میآیه یک کسی که خودش را عالم دین معرفی میکنه مرتکب گناه میشه که اون هم مثل دیگران باید به جزایش برسه، چرا نام همه علما بد میشه؟ چرا 24 ساعت در میدیاها و سوشال میدیاها بر علیه علما تاخت و تاز میشه؟ چرا؟ خودتان این قضیه را حل کنید و خودتان میدانید که چرا. دلیل اینه که باید مردم را از دور بر علما دور کنن، مردم را دین زده بکنن، مردم را اسلام ستیز بکنن، مردم را بر علیه اسلام و بر علیه دین بشورانند. و رابعا این کس این کار را انجام داده به نام عالم. همین علما خودشان میگن که هر کس مرتکب زنا میشه وقتی حکمش ثابت شد باید سنگسار بشه اگر زن داشته باشه. خب شما این کار را بکنید، علما فتوا میدن که این کار بشه و شما متاسفانه این کار را نمی کنید، اون را به سزای اعمالش نمی رسانید، فقط بزرگ می کنید، فقط بزرگ نمایی می کنید چون هدف دارید و دشمن آن را بزرگ نمایی می کنه چون هدف داره. باور کنید که اگر علما صدا بلند کنند و بارها کردن این کار را، صدا بلند کنند که بیایید این نفر را به سزایش برسانید، همین حقوق بشر باز می ایستاد میشه میگه نه اجازه ندارید. پس هدف چیه؟ چرا اینها را بزرگ میکنند؟ گفتم هدف دین ستیزیه، هدف دور کردن مردم از اسلام، هدف دور کردن مردم از دور علمای واقعی و دعوتگران حقیقیه تا اینکه خودشان بتانن سمپاشی بکنن در فکر جوان و بتانن به راحتی راهشان باز بشه و بتانن به راحتی کارهای خودشان را انجام بدن. پس دوستان عزیز و بزرگوارم، این قضیه را هم به خدمتتان عرض کردم. لذا هیچ کس دوستان عزیزم ممثل اسلام نیست که عملکرد او به پای اسلام نوشته بشه. پس یک جوان باید در یک معلومات کامل قرار داشته باشه که اگر میان افرادی که حالا قول حرف از دین میزنن و به دین عمل نمی کنن، نباید اون را به دین نسبت بدن، نباید اون را به اسلام نسبت بدن. اسلام یک چیز هست و مسلمان یک کس هست. مسلمان فرد، اسلام یک فکره، یک اندیشه است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی هست در مسلمانی ماست. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم به همین مقدار اکتفا می کنم. البته برخی از اسباب دیگری هم هست که اگر به من اجازه بدید من در برنامه آینده انشاءالله بیشتر، چون نیاز به تفصیل داره تا اینکه دوستان عزیز در یک معلومات کامل و شامل قرار داشته باشند، و از شما اجازه میگیرم که یک میان برنامه را با هم دیگر بریم ببینیم و بعداً برمیگردیم. نوبت شما عزیزان میشه. عزیزان میتونن که اظهار نظر بکنن و نظریاتشان را بگن یا سوالاتی که پیرامون آنچه مطرح کردم به هر حال دوستان عزیز مطرح بسازن. یک میان برنامه میبینیم و بعداً برمیگردیم.
با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از ادامه برنامه بازخوانی ادیان با موضوع اسباب و عوامل دین ستیزی. دوستان عزیز و بزرگوارم، ایمیلی که میبینید زیرنویس شدین ایمیل متعلق به خود من هست و عزیزان میتونن که در طول هفته چی در برنامه سراب و شبهات چی در برنامه بازخوانی ادیان ایمیل بنویسن و بفرستن، انشاءالله که بنده پاسخ خواهم داد و البته در برنامه پاسخ خواهم داد انشاءالله. و سوالاتی که داشته باشن، انتقاد و پیشنهادی که نسبت به برنامه داشته باشن، انشاءالله که بنده خواهم شنید و خواهم دید انشاءالله. و این شماره هم که میبینید زیرنویس شده، عزیزان میتونن با این شماره در تماس بشن و سوالاتشان را بپرسند و اگر تعلیق روی برنامه داشته باشن، حرفی روی برنامه داشته باشن، انتقاد، پیشنهادی، حالا هرچی، انشاءالله که برنامه بنده خواهم شنید و بینندگان دیگر هم خواهند شنید و انشاءالله اگر سوالی باشه با آن هم پاسخ خواهم داد انشاءالله. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم و کسانی که همچنین در فیسبوک هستند، به هر حال من برخی از پیام ها و برخی از کامنت هایی که عزیزان دادن را انشاءالله به خدمتتان خواهم خواند و انشاءالله میبینیم که اگر سوالی باشه به سوالات عزیزان پاسخ خواهیم داد و البته شماره گفتم زیرنویس، عزیزان میتونن با این شماره هم در تماس بشن. اجازه بدید که اول سری به فیسبوک بزنن. البته ایمیل را من چک کردم، در ایمیل چیزی نیافتم، یعنی سوالی نبود و سری میزنیم به فیسبوک ببینیم که در فیسبوک چی خبره و دوستانی که در اونجا هستن اگر سوالی داشته باشن، انتقاد، پیشنهاد، انشاءالله که خواهیم خواند و جواب خواهیم داد انشاءالله. خب من از صفحه شبکه جهانی فارسی 24 شروع می کنم. دوستانی که در اینجا کامنت دادن ببینیم که چی هست. خب یک برادری یا خواهری به هر صورت با فونت روسی نوشتن که من متاسفم نمیتونم فونت روسی بخوانم. اگر آقا احمد عزیز نمیدانم اگر شما یک چک بکنید ببینید اگر شما میتونید بخوانید به من بگید. خیلی خوب، یک تماس میگیرین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز از کجا در تماس شدید و نامتان؟ خوب هستی برادر فاطمی عزیز، از تاجیکستان زنگ میزنم به شما عبدالله. از تاجیکستان؟ بله بفرمایید آقا عبدالله عزیز، بفرمایید در خدمت. آیا میتونم در بعد از برنامه فوراً به شما زنگ بزنم؟ سوال مهم است برایم. بسیار خوب، اشکال نداره، انشاءالله بعد از برنامه در قرائت قرآن خواهش میکنم بعد از برنامه به من جواب ده. انشاءالله چشم. تشکر از شما، سلامت باشید. خب آقای احمد رسولی گفتن که اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار، رحمت و برکات الله سبحانه و تعالی بر شما باد و خسته و مانده نباشید. میگم در این سنگر خسته نباشید، میگم در این سنگر حق و توحید و سنگر بتشکنان موفق باشید. جزاکم الله خیرا. و خسته و مانده نباشید میگم تمام کارمندان شبکه جهانی فارسی 24 را. جزاکم الله خیرا. سلامت باشید. بارک الله فیکم. تشکر از شما برادر بزرگوارم، لطف دارید. این بیننده عزیزی که در مورد گفتن با فونت روسی هست نوشتن، ایشان سوال پرسیده بودن در مورد نماز مسافر و این عزیز ما میتونن که در برنامه پرسش و پاسخ انشاءالله سوالشان را اونجا مطرح بکنن و پاسخشان را جناب مولانا خواهند داد انشاءالله. خب من یک صفحه دیگه باز بکنم ببینم که دوستانی که در اونجا هستن. بله خب اینجا کامنت های داریم، البته نمیدانم که کامنت ها متعلق به برنامه ما هست یا نه. تشکری میکنم از 3 نفر از برادرانی که در این صفحه هم به هر حال تشکری کردن و جزاکم الله خیرا. الله متعال سبحانه و تعالی برایتان جزای خیر بده. خب میرویم اینجا هم. بله آقای حسیب الله سلام کردن، آقای لطیفی سلام کردن، علیکم السلام. برادرم آقای نظری سلام کردن، جزاکم الله خیرا.
و آقای قمری و بغلانی هم سلام کردند. تشکر از شما، جزاکم الله خیرا. خواهر ما خورشید امینی گفتن که عالی، تشکر از شما برادر دینی، این کار شما بسیار عالی است. الحمدلله، جزاکم الله خیرا. سلامت باشید خواهر بزرگوارم. یک کسی به نام سلمان خان گفته شما هم دروغگو هستین. البته عزیز من، شما کمی املایتان را درست کنید. شما با وو نوشته نمیشه، ولی اشکال نداره. حالا این مشکلی نیست. من از شما تقاضا میکنم که کمی سوادتان را بالا ببرید، کمی در سواد آموزی چیزی بیاموزید، بعداً بنویسید که حداقل در فضای عمومی چنین اشتباه فاحشی نداشته باشید. این که ما دروغ میگیم یا راست میگیم از املای شما معلوم عزیز من. آقای روح الله گفتن که یعنی منظور من اینه که یعنی کسی بیای با این سواد و با این املا خواسته باشه که ما را محاکمه بکنه که ما دروغ میگیم یا راست میگیم، خب مشخصه دیگه، به هر حال نیازی به جواب دادن نداره. آقای روح الله گفتن الله اجر دارین نصیبتان بگرداند، سلامت باشید، جزاکم الله خیرا. جناب آقای جانم پنشیر گفتن خدا جان شما را خیرتان دهد، سلامت باشید و کاستی های من را هم خدا ببخشد، سلامت باشید، الله متعال سبحانه و تعالی از همه ما بگذره. یک کسی دیگه هم آمده به هر حال بی‌ادبی کرده که من بی‌ادبیش را پاسخ نمیدم و نمیخوانم، چون هدف همون اخلال هست متاسفانه و افراد اخلالگر در اینجا جای ندارن. خب صفحه شخصی خودم میرم اینجا، در فیسبوک شخصی خودم ببینم که اینجا عزیزانی که کامنت دادن و سوال کرده باشن انشاءالله سوالات را خواهم خواند. آقای صمدی سلام کردن، علیکم السلام. آقای فرهاد گفتن اسلام در محوریت قرآن کریم یک فکر و یا ایدئولوژی نیست، بلکه یک برنامه و هدایت از جانب مالک آسمان ها و زمین است، اما مسائل فقهی فکری است. نه، من با این دیدگاهتان موافق نیستم دوست عزیز من، با این دیدگاهتان موافق نیستم، اما با اون که ایدئولوژی که حالا فعلا مطرح میشه صحیح، یعنی میشه با اون به هر حال در تضاد باشه، اما قضیه فکری نه. اسلام یک به هر حال فکر هست و یک اندیشه هست، البته به معنایی که ما میگیم، نه به معنایی که غربی ها اون رو تعریف میکنن. ما با تعریف خودمان میگین عزیز من. آقای عزیزی گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم جزاکم الله خیرا کثیرا، سلامت باشید. و احیانا که منم که مثلا ایدئولوژی اینها استفاده میکنم از باب شناخت اینه که برخی از جوانان با این لغت و با این کلمه آشنا هستند، وگرنه با اون ایدئولوژی که به هر حال تعریف میشه یقینا که بیشتر تعریفات سازگار نیست با حقیقت. به هر صورت آقای حکیمی گفتن السلام علیکم جناب مولانا صاحب محترم، سلامت باشید برادر بزرگوارم، علیکم السلام. آقای مرادی هم سلام کردن، علیکم السلام. آقای روح الله، آقای اسماعیل تشکر از شما، سلامت باشید. آقای نصرت الله سلامت باشید. آقای خادم القرآن، آقای رسولی، بله. آقای ابرار تشکر از شما. آقای نقیب الله سلامت باشید. آقای فیروز احمد حبیبی گفتن بهترین کتب احادیث معتبر را نام بگیرید. برادر بزرگوارم، اولا صحیح بخاری و صحیح مسلم و بعد از آن کتب سته به صورت کلی و کتب تسعه، اگرچه غیر از صحیح بخاری و صحیح مسلم در کتب دیگر احادیث ضعیف هست احیانا و حتی در برخی از آنها احادیث موضوعی هم هست که الحمدلله امروز مشخص شده و علمای حدیث زحمت کشیدن و آنها را مشخص کردن و اینها از جمله معتبرترین کتاب ها از کتب تسعه که به خصوص خاصتا از مشهورترین ها و معتبرترین ها هست. کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، مسند احمد، مسند دارمی و موطا امام مالک رحمهم الله و بقیه کتب حدیث زیادن، مستدرکات، مستخرجات زیادن، الا ماشاءالله زیاده. اما با زبان فارسی کتاب های نوشته شده، به هر حال میتونید که سایت عقیده مراجعه کنید و برخی از این کتاب ها را ببینید. مثلا ترجمه کتاب اربعین نووی به عنوان مثال، ترجمه ریاض الصالحین، اگرچه در ریاض الصالحین هم به هر حال روایات اندکی هست که ضعیفه که اونها متوجه بشه یک فرد و یقینا به نزد علما مراجعه بشه و سوال بشه، اندکه، بسیار کمه. و کتاب های دیگه هم نوشته شده، مثلا فکر میکنم فیض الباری هست ترجمه صحیح بخاری، البته شرح کوتاهی هم داده شده بر آن، بر صورت هست، یعنی موجوده. آقای الحاج ابو فضل احمدی گفتن بسیار عالی، سلامت باشید. آقای میثم گفتن درود بر شما، سلامت باشید، جزاکم الله خیرا، تشکری کردن، سلامت باشید. آقای احمد ضیا رسولی گفتن جزاک الله خیرا، تشکر از برنامه زیبایتان، سلامت باشید برادر بزرگوارم.
آقای فضلی سلامت باشید. خواهر ما خانم فریبا سلام کردن، علیکم السلام، سلامت باشید. آقای میرویس یزدان پرست سلام کردن، علیکم السلام. آقای نصرت الله گفتن که دقیقاً جناب استاد بزرگوار، خداوند نگهدارتان، خداوند عمر طولانی با ایمان نصیبتان بگردانه. برادر عزیز افتخار ما هستین، خار چشم دشمنان و غلامان هستین. نمیخوایم خار چشم کسی باشیم، میخوایم که باعث هدایت دیگران بشیم ان شاء الله. سلامت باشید، لطف دارید برادر بزرگوارم. آقای هوتک گفتن جزاک الله خیرا کثیرا، سلامت باشید. اما که کسی خودش را، کسی که ما را باز خار چشم خود میدانه، خب به هر حال دیگون به خودش مربوطه، ولی ما نمیخوایم خار چشم کسی باشیم. آقای شریفی تشکر از شما، سلامت باشید. و خواهر ما شقایق احمدی درباره سوال خارجی پرسیدن، حالا اینجا جایش نیست، تشکر از شما. ان شاء الله که باز در برنامه‌های دیگر، برنامه پرسش و پاسخ بیایید، سوالتان جوابتان رو بگیرید. آقای حکیمی سلامت باشید، جزاکم الله خیرا. آقای احمد راشد سلامت باشید، سلامت باشید برادر بزرگوارم. خب تشکر میکنم از تمام عزیزان. یک صفحه دیگه هم مراجعه میکنیم ببینیم که اونجا هم دوستانی که به هر حال مسائل را مطرح کردن و کامنت دادن، ان شاء الله که بنده اونجا هم یک سری بزنم و ببینم. و تشکری میکنم از حضور همه دوستان عزیزی که به هر حال چی در فیسبوک و چی در از طریق تلویزیون در خدمتشان بودیم و مهمان نوازی کردن، جزاکم الله خیرا. آقای عبدالسلام گفتن ماشاءالله، سلامت باشید برادر بزرگوارم. آقای خانم عسل فکر کنم باشد رحیمی گفتن جزاکم الله خیرا، سلامت باشید. برادرم آقای محمدی گفتن جزاکم الله خیرا کثیرا، استاد محترم، سلامت باشید. جزاکم الله خیرا. تشکر میکنم از تمام دوستان عزیز و بزرگوارم و عزیزانی که گفتم در طول هفته هم خواسته باشند که به هر حال ارتباطی با برنامه بازخوانی ادیان و یا ارتباطی با برنامه سراب شبهات داشته باشن، میتونن که به ایمیلی که زیرنویس شد اول دوستان عزیز اونجا تماس بگیرن و به هر حال پیام هایشان را بفرستن و بنده در خدمت خواهم بود و سوالات عزیزان را در برنامه خواهم خواند و پاسخ خواهم داد. و همچنین به خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم که از هفته آینده برنامه بازخوانی ادیان ساعت نیم ساعت پیش میره، یعنی نیم ساعت با تأخیر ان شاء الله برنامه خواهد بود، با نیم ساعت تأخیر، یعنی بدین معنا که نیم ساعت پیش میریم از برنامه رو نیم ساعت بعد یعنی شروع میکنیم. و جزاکم الله خیرا. من تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که با ما همراه بودند و تشکری ویژه و خاص از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و فرید جان و تمام عزیزانی که با ما نوعی همکاری داشتند. الله متعال در عمرشان و در وقت همه برکت بده. و تا برنامه بعدی و دیدار بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.